دوستا سلام. از این تا ویدیو کدامشان بیشتر خوشتان میاد؟ سعی کنی جوابتان حتما زیر بده. میگو میتالی که مدارم مگه دبیشتان برم صبح وقت مرا ملائکه بیدار میکنن میگن بخی به مولا صاحبا و بیا روزو بگیرن. خدا مسجد رفتیم نماز خواندن، مولا نآمده بود. یک چرسی رو پیش کردیم که با ما نماز بده. نماز که خلاص شد دعا کرد، گفت دوستا از فردا بخیر نماز خفتن صبح میخوانیم. میگم رفیق تو که با او میگفتی شاه دختم، بازو به تو میگفت شاهزادیم، چه شد؟ حکومت شاهی ادامه داره سقوط کرد. خب حالا بگو از این تا ویدیو کدامش بهتر بود؟ کدامش بیشتر خنده کردی؟ از این سبک برتان بیشتر درست کنم در کومنتا بگوی.